با درود خدمت تمامی دوستان، امیدوارم که هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. امروز 15 سپتامبر 2024 هستش، ساعت 10:04 به وقت ایران. خب در خدمت شما هستیم با یک ترید دیگه که بر روی بیت کوین انجام دادم من، بر روی تایم فریم M1 و همونجور که میبینید من ترید خودم رو در این لول قیمتی گرفته بودم و این هم تنها موقعیت تریدی بود که من تونستم امروز پیدا کنم بر روی بیت کوین. و اگر بخوایم توضیحی بدیم، این ترید بر اساس در این کندل در واقع ست شده بود، این کندل فعالش کرد و بر اساس سطحی بوده که در گذشته 2 بار بهش ریاکشن نشون داده و اون سطح هم در این قسمت قرار داره. این سطح ناحیه واکنشی که 2 بار در واقع 1 بار نرسیده به این سطح واکنش داشتیم، مجددا 1 واکنش، بار دوم واکنش و من اینجاها بود که در واقع اوردر خودم رو کاشتم و فعال شد و الان هم با رسیدن به یک ناحیه واکنشی دیگه تصمیم دارم که از اوردر خودم خارج بشم. همونجور که میبینید این ناحیه واکنشیه که قیمت بهش رسیده، اینجا در واقع یک فیک بریکوتی بوده، برگشته بالا و پول بک به سطح، مجددا ریاکشن صعودی که داشته و الان هم مجددا به این سطح رسیده و من ترجیح میدم که بیام بیرون، چون ادامه حرکت بازار رو نمیدونم چه اتفاقی میفته، بنابراین از اوردر خودم خارج میشم. خب همونجور که میبینید این هم اوردر ما هستش و خارج میشیم. با درود خدمت تمامی دوستان، امیدوارم که هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. امروز 16 سپتامبر 2024 ساعت 12:08 به وقت ایران. خب دوستان، همونجور که شاهد هستید ما بر روی چارت طلا تایم فریم M1 هستش و همونجور که میدید ما یک اوردر در این لول قیمتی ست کرده بودیم، یک اوردر بای که الان هم شاهد ریاکشن صعودی بازار هستیم و این اوردر هم بر اساس یک سطح واکنشی بود که در اینجا با توجه به این نقاط واکنشی رسم شده بود و من در اینجا در همچین لولی یک اوردری کاشته بودم که با این کندل فعال شد و الان هم قیمت در نزدیکی یک ناحیه واکنشی قرار داره که درگیری قیمت در این واکنش رو در قبل دیدیم، این مارکر رو در اینجا ما داشتیم و الان هم مجددا قیمت در نزدیکی و مجاورت این ناحیه قرار داره. اوردر دیگری که داشتیم بر روی کت جی پی وای بودش که اگر بخوایم این اوردر هم بررسی کنیم، اینجا هم ما یک ناحیه واکنشی داشتیم و بعد از این شکست و این پول بک من در این ناحیه بود که وارد معامله شدم، یک اوردر سل و اوردر بعدی هم جی بی پی ای یو دی هستش که در نسبت پوند به دلار استرالیا هم ما اینجا یک ناحیه واکنشی داشتیم که با پایین اومدن قیمت و برخورد به این لول یک ریاکشن صعودی رو شاهد بودیم. الان هم من تصمیم دارم که هر سه این معاملات رو ببندم و بذار ببینم که رکورد میشه همچنان یا نه. خب این که هیچ در حال رکورد شدن. خب
اینجا ما میایم بیرون از همه اوردرامون و فکر میکنم کافی باشه به ترتیب میبندیم و تمام. و از این حساب هم در ویدیوی آینده بخشش انتقال پیدا میکنیم به یک حساب دیگر و این بالانس کوچکتر میشه تا مدیریتش در واقع راحت‌تر باشه. خب این هم از این ترید. خب ساعت 8:57 بعد از ظهر به وقت ایران ما بر روی چارت طلا هستیم، تایم فریم M1. خب دوستان همونجور که میبینید ما یک اوردر در این لول قیمتی ست کرده بودیم، یک اوردر سل که بر اساس یک سطح واکنشی بودش که در ویدیوی شماره 1 هم به آن اشاره کرده بودیم و با همین لول در ویدیوی شماره 1 ما اوردر سل گرفته بودیم. خب مجددا در این ناحیه یک اوردر سل دیگه‌ای ما اینجا قرار داده بودیم که فعال شد و یک واکنش نزولی رو از بازار شاهد هستیم. اوردر دیگه ای هم که دو تا اوردر دیگه هم گرفتم که یکیش یورو جی پی وای، اگر اونا هم بخوایم ببینیم یورو جی پی وای یک اوردر بای بود که تو این نواحی فعال شد و گرفتم که اون هم بر اساس یک سطح واکنشی بودش که در گذشته بازار موجود بود. در واقع با توجه به این نقاط واکنشی شکستی که اینجا داشتیم مجددا شکستی در این ناحیه و اینجاها من وارد معامله شدم و واکنش صعودی بازار رو در حال مشاهده هستیم و همچنین به تناسب اون روی USD JPY هم من اوردر بای گرفتم که اون هم بر همین اساس یک سطح درونی در اون پیوت داریم و من اینجاها وارد اوردر بای شدم. خب الان هم تصمیم دارم که برگردیم به طلا. تصمیم دارم که هر سه این اوردرها رو ببندم و فکر میکنم تا همین حد کافی باشه. خب به اتفاق هم دیگه اول طلا رو میبندیم و بعد هم دو اوردر دیگه و تمام. با درود خدمت تمامی دوستان گرامی، امیدوارم که هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. امروز 17 سپتامبر 2024 ساعت 10:53 صبح به وقت ایران. خب دوستان همونجور که مشاهده میکنید ما بر روی چارت طلا تایم فریم M1 هستیم و من اینجا در این ناحیه یک اوردر گرفتم، یک اوردر بای بر اساس یک سطح حمایتی که من اینجا شناسایی کرده بودم و با رسیدن قیمت به این در واقع لول قیمتی من وارد اوردر بای شدم و همونجور که مشاهده میکنید ریاکشن صعودی رو ما شاهد هستیم. اوردر بعدی من GPAUD بودش که اون هم بررسی میکنیم. GBPAUD اینجا هم بر اساس یک سطحی که در گذشته بازار وجود داشت من اومدم وارد در واقع اوردر سل شدم بر اساس این سطح و اینجاها بود که اوردر سل خودمون گرفتیم و ریاکشن نزولی بازار رو میبینیم که به چه صورت رخ داده. اوردر بعدی بر روی یورو USD بودش که اگر بخوایم اونم ببینیم میریم روی چارت یورو USD و اینجا هم یک سطح مقاومتی وجود داشت برای قیمت که این نقاط واکنشی رو میبینید و من اینجا وارد معامله شدم و الان هم یک ریاکشن صعودی داریم میبینیم. چرا؟ به این دلیل برخورد قیمت با این ناحیه باعث شده که ما یک ریاکشن صعودی داشته باشیم. خب در هر صورت برمیگردیم روی چارت طلا و من جا قصد دارم که
تمامی این اوردرها رو با همدیگه ببندم، چون برای من کافیه و فعلا از بازار میخوام خارج بشم. به ترتیب طلا رو بستیم و 2 اوردر دیگه. با درود دوباره خدمت تمامی دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب ساعت 7:45 بعد از ظهر به وقت ایران هستش و ما همچنان بر روی چارت طلا هستیم، تایم فریم M1. خب همونجور که مشاهده میکنید ما یک اوردر سل در این لول قیمتی داشتیم. دلیلش هم وجود یک ناحیه مقاومتی بر روی چارت قیمت بود که با رسیدن قیمت به این ناحیه ما وارد اوردر سل شدیم. خب همونجور که میبینید یک واکنش نزولی رو از بازار داشتیم و اگر هم بخوایم این در واقع سطح مقاومتی رو ما امتداد بدیم در گذشته، باز هم میبینیم که این سطح جایی بوده که گره های قیمتی وسط این گره قیمتی این واکنشی که نرسیده به این سطح انجام شده و همچنین واکنش هایی که در گذشته داشتیم. پس این تاییدیه این هم که اوردر قبلی ما بود که صبح انجام دادیم و عرضم به حضورتون که این هم اوردر الان هستش و تصمیم دارم این اوردر رو ببندم. میخواستم اینو بگم که چرا میخوام ببندم، چون اگر زوم اوت کنیم یا یک خطی ما اینجا بندازیم میبینیم که قیمت الان این دقیقا اسکوبید قیمت رسیده به یک ناحیه واکنشی دیگه که میتونه یک ریاکشن صعودی رو در ادامه داشته باشیم. بنابراین من دیگه صلاح نمیبینم که با قیمت همراه باشم و تصمیم دارم اوردری که این بالا باز کردم و این پایین ببندم. خب به اتفاق هم اوردر رو میبندیم و تمام. با درودی دوباره خدمت تمامی دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ساعت 2:06 بامداد به وقت ایران و ما بر روی چارت طلا هستیم، تایم فریم M1. خب همونجور که در ویدیوی قبلی خدمت شما عرض کردم و اگر نگاه کرده باشید ما در ویدیوی قبلی یک اوردر در اینجا داشتیم، یک اوردر سل و اینجا از معامله خارج شدیم، چرا که گفتیم که در گذشته بازار این ناحیه یک ناحیه مقاومتی هستش و انتظار یک ریاکشن صعودی رو از قیمت داشتیم. خب اگر برگردیم به گذشته، این ناحیه بود که من در موردش صحبت کرده بودم و جایی بود که اوردر قبلیمون رو بستیم. مجددا در این لول قیمتی من وارد معامله شدم، یک معامله بای، و الان هم به دلیل رسیدن قیمت به این سطح ترجیح میدم که از اوردرم خارج بشم و معامله خودم رو ببندم. خب اینجا قصد دارم از این معامله خارج بشم و میبندم و تمام. در ویدیوی بعدی از این حساب، از این بالانس کاسته میشه، بدون اینکه انتقال داده میشه به حساب دیگه و این حساب یه مقدار سبک میشه. فعلا خدا نگهدار.